استاد وقتی در مکتب میخوندیم معلمان میگفتن که کتابهای ما رو بسیار دزدیدگی هستند مردم این سال یوروپا خارجا. آیا این درست است؟ اگر ما گفته مثلا مسلمان ها را در نظر داشته باشند درست است. یعنی دزدیدن چه خیلی کتاب دزدی بابی دزدی راوی ها هست در کتاب تدریب الراوی هم. یعنی من اگر یک کتاب نویسم و سخنهای عالما را از دیگر کتاب ها گیرم در کتاب خودم نویسم و همون سخن به صاحبش نسبت ندهم. حافظ ابن حجر در فتح الباری گفته نگویم، سخن حافظ ابن حجر گویا که از نام خودم نقل میکنم، این دزدی هست. یا سخن امام ابو حنیفه را از نام خودم میگم، امام ابو حنیفه گفتن نمیگم و گویا که من گفته باشم میگم، این دزدی هست. اگر از کتابی مثلا یک آدم رساله دکترا نوشته است، از کتابی وای گیرید و در کتابتون ذکر کنید، لیکن نگویید که فلان دکتر در کتاب رساله دکتراش این گپ گفته است، نگویید. اگر در این حالت شما دزدی کردگی هستید. به مثال شرح میدادن که مثلا من بزرگان ما کتاب ها رو نوشتن، مثلا آنها کتاب ها رو گرفته بردن از همون علم استفاده برده ایستادن. کسی که عاقل است از کتاب های همه استفاده برد. مردم اروپا تمام کتاب های مسلمان ها رو به زبان خودشون ترجمه کردن، استفاده میبرن. اونا نسوختن، خیلی که در بالا اشاره کردیم، مانند چنگیز های و مغول ها کتاب های نسوزاندن، بلکه احترام کرده از وی استفاده کردن، به زبانشون ترجمه کردن، از وی علم گرفتن. سیاست شرعیه کتاب شیخ الاسلام است. در تمام میگن حکومت های کفریات وجود دارد، همش همون کتاب میخوانند، به زبان خودشون ترجمه کرده است، چون که سیاست است. اون پادشاه ها غالبا تمام نوعهای سیاست به فرزنداش تعلیم میدید، علل خصوص شاه ها و فرزندانش که شاهزاده هست، بعدی وی اداره دولت بر دوش او هست، تمام انواع سیاست ها را تعلیم میدادن. و اینا همش که در کتاب های مسلمان ها هست. و از همه سیاست بهترین این سیاست شریعت است. سیاست یک علم است. مثلا اینو گرفتم، من دو صحبت گذشته درباره زولوژی گپ زدیم، گفتیم که کتاب مسلمان نوشتگی است، در تمام کشورها در دانشگاه‌های اروپا ترجمه کرده به زبان خودشون درس میگن. این چون این کتاب ابن سینا رو در تمام دنیا به زبانشون ترجمه کردن. ابن سینا کتابی این قانونش ما داریم به زبان عربی نوشتگی است، از زبان عربی به زبانشون ترجمه کردن به دیگر زبان‌ها. همه میخواند کتاب ابن سینا. یا فارابی هم با وجود اون منکراتی که اینا دارن، یعنی کتاب‌های مسلمان‌های اونها هم مخطوطاتش یعنی دستنویسش نگاه داشتن، هم عربیش دارن، هم ترجمهش دارن، استفاده میبرن. بله اگر از نام خودش همون گپ گفت دزدی میشد، لیکن استفاده برای دزدی نمیشد. اونا عقل دارن، استفاده میبرن.